چی مصلحت میتید با اون جوانایی که مثلا حالت را ندانسته بسیار غضبی میشوند و امروز ما شما خودمان خوب میدانیم که واقعا یک قتل لا یموت یافتن مشکل شده است در روسیه و در هر جا کار میکنند. مردم بسیار عصبی میشوند و ندانسته و ناخواسته طلاق میگویند و بعد از آن پشیمان میشن. نصیحت شما؟ بنابراین عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفتند که ما طلق احد لسنت فیندم، کسی اگر طبق سنت طلاق دهد پشیمان نمیشد. اگر کسی خواهد که از همسرش واقعا جدا شدنی باشد طبق سنت طلاق دهد. طبق سنت این است که منتظر می شود روزی که زنش بیمار میشد و پاک میشد، یعنی 10 روز از 15 روز است منتظر میشد. عین حال زن در کدام حالت است تا یعنی که ماهانه نوبتیش منتظر میشه. بله تمام. اگر همین منتظر که شد طلاق نمیتید دیگر پشیمانیش. بعد وقتی که اگر واقعا از همین زنک جدا شدنی باشد، مثلا 15 روز 20 روز تا آمدن ماهانه فکر میکند، مصلحت میکند، استخاره میخواند، همه کارا رو میبیند. بعد از اون وقتی که پاک شد یک طلاق میده. یک طلاق. انا همین یک طلاق که جدا میشه چه حاجتی 3 طلاق داده؟ اگر مقصد جدا شده باشه یک طلاق مسئله رو حل میکند. بله. یکی بعد 1 ماه است، بعد 20 روز است، بعد 1 سال است پشیمان شد، یعنی نکاح میکند و میگیرد میبرد. برای اون که 2 طلاق نداده از دوی دیگر. بنابراین طبق سنت طلاق ده هیچ کس پشیمان نمیشه. بله. برای همین علم لازم است. این چیزای وقتی که انسان زن که گرفت احکام زن و شوهری تعلیم گرفتنش فرض است. خواهد که طلاق دهد احکام طلاق اول تعلیم گیرد بعد طلاق دهد. به علم و به علم عمل نکند. باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری گفتن که باب در این باره که اول علم ثانی قول و عمل. پیش از اون که یک گپ گوید اول علم داشته باشه با عاقبت های آن. و می خاطر انشالله امیدوار هستیم که تماشابینان امام از این گفته ها، از این سخن ها البته یگان پند میگیرند. یعنی این یک پند است و گفته شد و انشالله استفاده در زندگی و در حیات شما واقعا در اول خصوص در مسئله حیات عائلوی واقعا فایده دارد.